آیا خوردن مارماهی حلال است یا نه؟ اگر مارماهی که می تاجیکای ما میگیم بعضی ماهی های هست که رنگ مارن، رنگ مار که مثلا همون کلاشون رنگ مارای، رنگ ماری تری دراز نیستن. ما بعضی ماهی ها را خودمون مارماهی میگیم، اگر به شرطی که همون خیل مارماهی هایی که ماهی ایو لیکن کمتر همون کلاشون رنگ مار است و هیچی باقی نداره، اوناش درستن. فقط نادرست خب یعنی هر چیزی که در درون آب هست، حیاتش در درون آب هست، تولدش در درون آب هست، اینها رو حلال میگیم. مثل کیت باشد، مثل دلفین باشد، مثل اکولا باشد یا دیگر نوعهای ماهی هایی که هستند. فقط مذهب خودمان خرچنگ نادرست میگه، انا سنگ پوشت، سنبقه میگیم، سنبقه های آبی یا اونا کرکدیلا هستن، بگیمات ها هستن، انا اونایی که مثال در اونجا هستن اونها نادرستن خوردن اینو. لیکن نمود ماهی، هر نوع ماهی که باشد همش در مذهب خودمان حلال درسته خوردنشون. آیا گهواره بخش در اسلام هست؟ گهواره بخش مقصد وقتی که خوردن، بچه یا دخترک خوردن، در حالت خوردیشون پدر و مادر، یعنی از دو جانب پدر و مادر ها همونجا دا گوییم که نکاح میکنن، بخشش قبول از طرف ولی ها میشود، این نکاحشون واقع میشود. لیکن وقتی که اگر کلان شدن، اگر یکدیگر اگر قبول نکردن، اینجا دا میتونن که با اینها را هم یا مفتی یا قاضی یا خودشونن مثال فسخ کنن، بیکار کنن و روان با مثال کدامش که کسی را که خواهش داشته باشه بگیره. اگر پدر و مادرم در سن 2 سالگی هم جدا شدن به خاطر زن دوم پدرم، ولی پدرم ما را تا حال با همه شرایط خوب نگاه میکند، ولی مادرم دائم پدرم را دعای بد میکند. خب میگوید که در جوانی هم حیاتم را سوزان، وقتی که با مادرم میگویم دعا نکن گناه است، ما را هم دعای بد میکند. ما چیکار کنیم؟ آیا مادرم گناهگار میشود یا نه؟ شما با پدر و مادر چقه نشین دادرای عزیز. مقصد وای زنی دویم گرفته است، اینش ای زنگیری مثال مردکش گیله داره، اینها چیزی داره ندارن بین خودشونه. اینها را شما فرزندا هیچگاه در همین مسئله دخالت نکنید، هیچ وقت دخالت نکنید، هیچ وقت خطانت بگیم که سزاوار دعای بد نکنید. از همین لحاظ خوبش همینه که در این مسئله چقدر شما یعنی گویا که چیزی را نمیدونید، گویا که مقصد همین پدر شما یا مادر شما از همین مسئله چیزی میگن نمیگن، خلاص اهمیت ندین. مادر تو ناحقی، پدر تو در مسئله حقی، اینجا در مقصد شما قاضی نشین. برای این خوبش همیه که در این مسئله چقه نشین، دل سیاهی نکنین، دعاهای کلانتر را در راست خودتان حرکت کنین، دعاهای نیک بگیرین، دعاهای بدشونه نگیرین. خب استاد معنای سمیع الله چیست؟ ما میگیم که سمیع الله لمن حمیده، شنید الله شخصی را که او را حمد میگوید. ببینید یعنی سمیع الله شنید الله، او لمن حمیده که میگیم مر شخصی را که او را حمد میگوید. یعنی من وقتی در درون نماز که الله مهربان من ستایش میکنم، میگه الله مهربان میشنود آن چیزی را که تو را ستایش میکنی. برای همین سمیع الله به معنای که شنید الله.
آیا در بالای کورپچه نماز خواندن جایز هست؟ جای بلند یا که جای مثال ملایم باشد. البته در بالای کورپچه نماز خواندن اجازت است. کورپچه اگر نمازی باشد هیچی باکی ندارد. خواه بلند باشد، خواه پست باشد، یعنی در بالای کورپچه، در بالای قالین، فقط در جایی که یعنی وقتی سجده میکنی که پیشانیت قرار نمیگیره، یعنی مثال پخته هست که همین تا چند سر تا میمونی، تا چند سر طرف پایان رفتن میگیره، انا اونجا تا نادرست است. این مقدار کورپچه هایی که ما داریم مثال 10 سانتی متر، 20 سانتی متر، 30 سانتی متر، اینها معنای ایره ندارن. اینجا مثال سجده بالای گندم ای، بالای یگان زغیر ای، بالای یگان پخته ای، یعنی یک چیزی که وقتی سر میمونی سر قرار نمیگیره، میرود مقصد. انا این حالت ها جای انا اینجا سجده نادرست است. ولی بالای کلپچه و بالای قالین و بالای ادیال و اینها در هیچی باکی نداره. نماز هم خوانین، سجده هم کنین. خب استاد جان، من در ترکیه زندگی میکنم، در اینجا نماز را اینجا شد دوامی سوال شد نفهمیدن چه خیلی آمده است. بعد گفته است در این مسجدی که نماز میخوانیم امامش بسیار تیز نماز میخواند، ما از پشت همین خیلی امام نماز را خوانیم یا تنها خوانیم؟ نه، از پشت وای بگذار. اگر وای تیز هم که خواند، وقتی اگر همون تلفظاش که درست هست، مقصد تیز خواندن او ویران بودن و نادرست بودن نمازی را نشان نمیده. مثال هست الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. بین هر یک تشدیدها، هر یک حرکت ها وقتی جای خچه میگیره، علاخصوص در نمازهای تراویح بینین وقتی که درست میخونن، قاری های ما که درست میخونن، تیز میخونن، نمازهای پشان درست میشود. تیز خواندن به معنای که تماما دیگر حرف دایره نکنه، معنا را تماما نفهمی، انا اینجا ده از پشت اینها ما نماز نمیخوانیم. استاد میگویند در قیامت آدمان پیر جوان میشوند، کودک ها چگونه میشوند؟ کودک ها هم همون یعنی از بین 30 تا 33 میگیم، همین مقدار همه به همین سین سال هست. یعنی هرچی اگر کودکی هم که از دنیا گذشته باشد، اینها هم به همون سین سال 30 تا 33 قرار میگیرن و با همین سین سال مقصد در همون جنت عیش نوش میکنن. برادر عزیز، خب در قیامت آدمان از کدام استخوان پیدا میشوند؟ ما حدیثی داریم برادران عزیز و گرامی که زمانی که از نزد الله مهربان بارانی که باریده میشود برای بار دیگر مردم از سر نو از قبرها بلان کردن، میگه همون استخوانی را که پیامبرمون عجب و زم گفتن، یعنی استخوانی که در آخر ستون مهره قرار دارد، میگه همون از بین نمیرفته است. ایرا حتی که ایرا در علم امروزه هم در گرمی هم ماندن تغییر نیافت، در خنکی هم که ماندنش تغییر نیافت. یعنی از همون عجب و زم پیامبرمون گفتن که باز از سر نو شما تشکل میابین، شما مقصد به همون اصل اولتان که بود به همون اصل اولتان بر میگردین. نام عبدالجمیل چی معنا دارد؟ البته بنده زیبا، جمیل گفته زیبا را میگن، اجازت هیچی باکی نداره. و عبدالخلیل گذاشتن جایز است، لیکن خلیل اکو این بگیم که در صفتهای خداوندی نمیدراید. برای من یکی عبدالخلیل، یکی عبدالرسول، یکی عبدالنبی، اینها را نگذاریم بهتر است. آیا در تاریخ اسلام درباره دینازورها چیزی آمده است یا اینها حقیقت دارند یا نه؟ خاکی دنیا برادران عزیز دنیای قدیم است، این دنیای چند هزار ساله است. شاید که بودن همون دینازورهایی که میگیم،
یا دیگر حیوانهایی را که امروز در کیناها مثال اونها را کامپیوترها میسازند، وقتی میبینیمشون چی در آسمان میپرند چی در زمین حرکت میکنند، شاید که بودند یا شاید نبودند، اگه از اینا یگان خبر من ندیدم، در یگان کتابها مقصد نخواندم، ولی دنیای قدیم که هست خیلی الله دانا هست. این برای ما و شما قدر مهم هم نیست. می شود که کسی گوید بود، میگیم خیلی بود. کسی گوید که نه این دروغ است، میگیم خیلی دروغ است، برای که نه به آیت ثابته نه به حدیث پیامبر. یکی از بس که از دنیای قدیم یا دنیای کلان که هست شاید در یک گوشش بود یا نبود، خیلی که این چیزا راستی قدر مهم هم نیست. خب استاد شیرین سخن، یک برادرمان مسلمان نیست، عرق میخورد، دشنام میکند، مردم را آزار میدهد. من بر خانه این برادرم روم یا نروم؟ اکنون چی قدر میتونین در انتخاب دوستان؟ پیامبر نازنین ما را فهمانده است، گفته است لا تصاحب الا مؤمن. هرگاهی که شما رفیقی میکنین با آدمی رفیقی کنین که مقصد در داخل قلبش ترس الله داشته باشه. ببینین، یعنی مؤمن باشه، مسلمان باشه، با او رفیق باشین، زیرا رفیقی با او معنا داره، رفیقی با او پایندگی داره. او رفیقی هست که مقصد حالتی تو را نگاه نمیکند، تو بایی، تو کمبغلی، تو منصب داری، بی منصبی، بین در همه حالت وای با تو یک جا هست، چی در حالتی تنگی باشد چی در حالتی مثال غیر تنگی باشد، همه حالت با تو هست. برای من حضرت گفتن که شما رفیقهای را انتخاب کنید که وایها مؤمن باشد. رفیقی که برادری عزیز عرق نوشد، مسلمان نباشد، مردم آزار تید، دزد باشد، گوییم که بندیت باشد، خولیگان باشد، آخواه چی دوستی داره؟ عزیزای خدا میگن با بدان کم نشین که صحبت بد گرچه پاکی تو را پلید کند، آفتاب برین بزرگ را پاره ابر ناپدید کند. اگر چنده که ای اولاد پاک هم باشید، اگرچه بچه که تازه الحمدلله بچه مسلمانی خدا ترس هم باشید، میگه وقتی رفیقای ناخوب باشد حتما مثل همونا میشه. یک بار نگاه نمیکنی، میگه که یک پاره که ابر بین میه بالای آفتاب دمیسته، یعنی با آفتاب یک زمان همنشین میشود، دنیا تاریک میشود. برای همین از این گونه رفیقا برادر عزیز شما اینا رفیق نیستند، اینا را رفیق هم خواندن هیچ امکان و ممکن نیست. برای همین رفیق آدمایی هستند که اونها مقصد مؤمن باشند، زیرا رفیق برادران عزیز در زندگی بسیار نقش مهم داره. پیامبر میگه الرجل علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل. مرد در دین رفیقش است، نگاه کن که کی را تو برای خودت دوست انتخاب کردی. یعنی کسی دوستی تو باشد تو در دین همویی، تو در مذهب همویی، تو در شریعت همویی. برای همین در انتخاب دوست برادر عزیز بسیار احتیاط کنین، علل خصوص در همین دور عصر ما. حاضر دیگر الله دانا است. گفتی هم شیخ سعدی که آن به که در این زمانه کم گیری دوست، با اهل زمانه صحبت از دور نکوست. آن کس که تو را به جملگی تکیه بروست، چون چشم خیرت باز کنی دشمن توست. همینایی را که ما برای خودمان دوست میگیریم و یک گوشک ده یک گپکی را میرسانیم، یک گپکی را مثال ای سیر ای اسرار ما گپ میزنیم، همون زمان میبینیم که سیری ما و تو فاش میشود، ما را در بین مردم رسوا میکردگی و بی آبرو میکردگی همین فقط بسیارتر همین نزدیکای خودمونه، همون کسایی که در طبق ما و شما نشستن. خدا رحمت کند خیام نیشاپوری را میگفت دوستان سه نوع انگر بدانی که نانیان، زبانیان، جانی. و نانی نان بده از در بیرانش،
نوازش کن به دوستان زبانی، ولیکن دوست جانی را به دست آر، به جانش جان به دیگر میتوانی. اون نفری که برای دسترخوان تو دوستی تو شیده بتش همیتی کنانه و گمش که جوابش تی برود. اونش که به زبان قطعی تو دوستی داره، به زبان قطعیش دوستی که جوابش تی. لیکن دوستی جانی، دوستی ایمانی، دوستی که حقیقتا در حاضر و ناظرت ایتو پشتیبان ای تو را همیشه دفاع میکنه، انای خیل آدم در جان تبتی. چخیلی که پیامبر نازنین ابوبکر صدیق خیلی دوستی مهربان بود، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یا ربی ای 4 تا دوست ها را در گردش جمع کرد که همیشه دفاع از پیغمبر میکردن. نام پیغمبر را کج میگرفتی اگر حیاتت ای بین میرفت. انا و دوست بودن. امروز برای همی گفتیم شیخ سعدی یکمش دوست نیست برادران. دوست نگیرین، کسی را برای خود رفیق نگی، نیار در خانه در بری بالا مهمانش نکه که 4 روز پس میبینی یا قطعی زنت یا قطعی دخترات ساز گرفتگی. برای این بسیار یک چیزهای خطر امروز زیاده، از بس که توفیق ای بین رفته، از بس که تقوا ای بین رفته است، از بس که دیگر فکر خانه قبر، فکر پیش الله ایستادن دیگر نیست در مردم. پس از این خیل آدما تاجیکی ما ای وقتش میگفت بترس از کسی که نمیترسه ای خدا، ایا بترسین یا دیگر بسیار مشکله. بسیار حاضر آدما در صورت دوست میدراین ولی دشمنن. در صورت دوستن لیکن دشمنن. خدا رحمت کند. محمد صاحبی ایرانی چی میگه؟ میگه دشمنی دوست نما را نتوان کرد علاج. دشمنی دوست نما را نتوان کرد علاج. شاخه را مرغ چی داند که قفس خواهد شد. میگه او دشمنهایی که در صورت دوست در آمدن، اینها را میگه فهمیدن بسیار کاری مشکله، زیرا که او در همین جگرت خش جا کردگی ای. او در پهلوی تو دایم میگه من برای تو جان میتونم، برای تو تمامی خدمت کردی سای، لیکن او هدف داره و مقصد داره. میگه بین شاخه را مرغ چی داند که قفس خواهد شد. همون مرغه که در بالا یک خیمچه بگیم یا نوده از درخت شیشتگی و ولی بین اگر ای خیل بینی همون نوده به همین پرنده خدمت کسته، یعنی برای او یک جای راحت داده است، خانه داده است. لیکن میگه همین مرغ چی میدانه که ای همین نوده برای این مرغ والی قفس ساز میکنن. قفسش محکم کردنش ای حساب همین خیمچه و حساب همین نوده این میگه درک نداره. برای همین این سخنها را برادر عزیز در ذهنها تان بگیرین. ما هستیم نیستیم، این چیزا برای شما بسیار مهمه. شاعر میگه دوستهای این زمانه مثل گل انارند، از دور خوش نمایند نزدیک بوی ندارند. ولی یک انارزا را ای دور ببینی وقتی گل میکنه ای دور میبینیش راحت میکنی، وقتی پیشش میای اما گلاشون بوی ندارن. یعنی دوستی امروزه همین خیلی ای دور بسیار خوب میتابه، لیکن در نزدیک او بسیار بدبخته. برادر عزیز چیزی که مصلحت دین مانه از این بگیرین فایده جان تانه، لیکن اگر نکردین خیلی زیان زلال که دیدین بعد از خودتان گیله کنین. خب بابا جان معنای کلمه رسالت یا رسالت پناه چی معنی دارد؟ رساله طاقش به معنای مکتوب میاد، به معنای نامه میاد. رساله وقتی رسالت شید، حالا که ما اولی در سوره مائده آیت 67 داریم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته.
انمی رسالته، این رسالت کلمه عربی است. در قرآن سوره مائده آیت 67 هم آمده است. یعنی در اینجا گوییم که انامون رسالت به معنای برادر عزیز به معنای پیام یا به معنای مسئولیت، همون مسئولیتی که به ذمت بود که این مسئولیت رسالت بود، مسئولیت رسانیدن بود، یا رسالت به معنای سفیر میگیرن، الچی میگن، به معنای رسانیدن می آید. به همین خاطر اینجا در قرآن رسالت به معنای اگر تو مقصد و این لم تفعل فما بلغت رسالت، اگر مقصد انجام نتی آن را که ما به تو فرستاده بودیم. اینجا علاقه میگد تو از همون وظیفه پیامبری مقصد انجام دادن نتوانستی. خب استاد ما یک گروه در شهر اکاترینبورگ کار میکنیم. رئیس همان مردی روس است. چند ماهی که کار کردیم پولی ما را نداد، فریب کرد. یک ماشین دارد، نرخش برابر همین پولی فریب کرده ما است. ما اگر همون ماشین را سوزانیم گناهگار میشویم. من این را خوانده بودم، این را دوباره لکه نویساندن. من همون موضوعی که آیا مسلمان خودش را حق ترک کردن دارد، می ترکنند بسیاری مسلمان ها دیگر مردم ها را مثال نابود میکنند، در همون جمع سوال جواب شد داده بودم برادر. در همونجا اگر شما مراجعت کنین انشاءالله شما از همونجا جواب شد میابین. خب میگه سگ لباس بوی کشد یا بدنش میشکد، لباس به نماز میشد. اگر به شرطی که همون بوی کشیدن ده، اگر در لوهای سگ اگر همون آبی دهنش باشه، یا اینکه وقتی بدنش هم میموله اگر میبینیم که در لباس ما اثر همون عرقی بدنش باشد، البته همون لباس های ما و شما را به نماز میکنن. لیکن اگر وقتی بوی میکشد که هیچی مثال در لباس ما و یگان اثری تری نمیبینیم، یا اینکه بدن شمالید یگان اثری تری را تر چیدگی را نمیبینیم، اینجا در به نماز نمیشود. خب وقتی مرد فوت میکند میگویند که نکاحش با زنش بریده میشود و زن حق ندارد که در خانه‌ای که همان میت گذاشته شده است درآید. آیا این حقیقت دارد؟ اگر مرد که دنیا گذشت، بله الکی گوییم دیگر در بین این زن و این مرد حساب طلاق واقع شد، یعنی نکاحشون بریده شد. لیکن این معنای او را ندارد که در همون خانه‌ای که مردک برای خودش علایده خانه که بود، یا همون جا بگیم جای خواب و یا گویم همونجا در یک حجره علایده همون مردک بود که در اونجا کتابشو میخواند یا لباسشو میموند، این زن اونجا در آمده نتواند؟ نه، زن حتما در اونجا میدراید. فقط بینشان نکاح از بین میرود. این زن مقصد همون عده موت میگیم، همون 4 ماه و 10 روز نگاه میکنه، میره و با شوهر میکنه، تمام دیگه. لیکن در او خانه زندگی کرد، در کدام خانهش که میخواه در آمدن میگرد، هیچی باقی نداره. خداوند همتون عمر دراز بتاد، ایمان کامل بتاد و علای مهربان هر جا باشین. خداوند باز هم میلتون محبت و خواهشتون به دین خدا زیاد کنه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب.